سلام، سمیه الهی هستم. امروز میخوایم اولین ویدیوی آموزش زبان انگلیسی به زبان فارسی رو با هم بررسی بکنیم. ابتدا میخوام یک توضیحی در ارتباط با این که چطور شد که تصمیم گرفتم به زبان فارسی مهارت لیسنینگ رو توضیح بدم. من حدود 13 سال هست که آموزش زبان انگلیسی رو به عهده دارم و در این بازه زمانی بارها و بارها عزیزانی رو دیدم که مراجعه کردن و در آزمون‌های ماکی که برای اولین تستشون دادن مهارت ریدینگ به طور مثال 5.5 بوده، در نتیجه مهارت اسپیکینگ 5.5 بوده، اما مهارت لیسنینگ نمره 3 رو گرفته. علتش چی هست؟ اگر که به کتاب‌های How to Teach مراجعه بکنیم، یعنی که اصلا خود خارجی‌ها چجوری آموزش میدن؟ خود کسانی که نیتیو هستن و زبان انگلیسی در واقع زبان اولشون هست چطور نظر میدن به ما که آموزش بدیم زبان انگلیسی رو. یک کتابی هست، یکی از کتاب‌های این نویسنده عزیز جک ریچارد که کتاب Approaches and Method in Language Teaching هست. توی این کتاب ایشون در واقع توی صفحه 10 توضیح میدن که Learners should hear the language before seeing the written form. برایشون مشخصا توی این کتاب اعلام میکنن که زبان آموزان بایستی ابتدا بشنوند قبل از اینکه فرم نوشته شده زبان رو ببینن. بنابراین مهارت لیسنینگ مهمترین مهارت هست. در کلاس‌های خودم ابتدا از مهارت لیسنینگ شروع می‌کنم و سپس ما بقیه مهارت‌ها رو با هم در واقع بررسی می‌کنیم. حالا که اهمیت این مسئله رو متوجه شدیم، می‌خوایم ببینیم که لیسنینگ رو چطور شروع بکنیم. عزیزانی که نمره 3 آزمون آکادمیک، البته آکادمیک و جنرال یکی هست، نمره 3 آزمون آیلتس هستن، چطور میبایست لیسنینگ رو شروع بکنن؟ توی وهله اول احتمالاً منابع رو بخواید، resources. در ارتباط با منابع هر زمانی که این ویدیو رو دیدید به خودم مراجعه بکنید تا براتون منابع رو بازگو بکنم. علت این که امروز در ارتباط با منابع ما صحبت نمی کنیم این هست که با توجه به اینکه زبان انگلیسی یک زبان اینترنشنال هست و تقریبا تمام دنیا درگیر آموزش هستند و هر روز ما کتاب‌های بروزتر و بهتری برای آزمون زبان انگلیسی داریم، احتمال داره که امروز اگر کتابی که معرفی میکنم در آینده یا منسوخ بشه یا اشتباهاتی داشته باشه که در آینده اصلاح شده باشه در ورژن‌های جدیدتر خودش. بر همین مبنا هر زمانی که منابع رو احتیاج داشتید در همون زمان به خود بنده مراجعه کنید و بپرسید، براتون اعلام میکنم. مرحله دوم، حالا که منابع رو پیدا کردیم چطور شروع به مطالعه بکنیم؟ هر منبعی که داشتید ابتدا از ترانسکرایب شروع میکنیم. حالا چطور ترانسکرایب رو شروع بکنیم؟ برای انجام مهارت ترانسکرایب ابتدا فایل صوتی رو پلی میکنید. وقتی که پلی کردید یک دونه کلمه پاز نمی کنید. اجازه میدید جمله به اتمام برسه، بعد پاز میکنید و هر چیزی رو که شنیدید رو روی کاغذ میارید و مینویسید به این صورت. حالا یک دونه مثال با هم بررسی میکنیم. Aaron, this is David. How are things? Okay. The first one is about اولین کلمه‌ای که میگه name هست. فرض میکنیم که ایشون میگه air. اوکی؟ ما اصلا نمیدونیم این دیکتیشن درست هست یا غلط، هیچ اهمیتی نداره. air. This is David.
How are things. ما تا اینجا همش رو شنیدیم. اینکه غلط بنویسید دیکتیشن رو هیچ اهمیتی نداره. در مرحله اول I'm calling to see if you want to come over to. اونچه که شنیدم I به طور مثال ما آیوانا رو شنیدیم، ما بقیه رو نشنیدیم و نمیدونیم اصلا چیه. هیچ اشکالی نداره. از اونجایی که پاس کردیم مجدد برمیگردیم به همون ابتدا آیوانا ادامه و مجددا جاهایی که جا مونده رو می نویسیم. حالا فرض میکنیم که جاهایی که جا موندیم ابتدا دیکتیشن، این که اصلا من متوجه نمیشم وقتی که می نویسم متوجه نمیشم که چی به چی شد. هیچ اشکالی نداره. بعد از اینکه اینو نوشتید اینجا میگه که I wanna to see you if you wanna come over. خب اجازه بدیم بنویسم I wanna to see you. اگر که دیکتیشن کلمه اشتباه نوشته شده بود با توجه به اینکه شما اینجا گس کردید میتونید به دیکشنری مراجعه کنید. توی این لول A2 که شماره 3 در واقع بند اسکور 3 هست میتونید از کتاب دیکشنری الیمنتری استفاده بکنید. اونجا کلمه رو سرچ میکنید و دفینیشن کلمه رو میخونید و این اولین قسمت ترنسکرایب لیسنینگ هست که چطور ترنسکرایب بکنید. مسئله ترنسکرایب مسئله فوق‌العاده مهمیه، چون اولین مشکلی که همه زبان آموزا در آزمون‌های ماک دارن و آزمون آیلتس دارن میس کردن کلمات هست. نمیشنون how are things، how رو میشنون، things رو میشنون، are رو نمیشنون. احتمال اینکه این کلمه‌ای که میس کردیم پاسخ دقیق و درست باشه وجود داره. بر همین مبنا اولین مهارتی که شما در زبان انگلیسی برای مرحله لیسنینگ بایستی تقویت بکنید ترانسکرایب هست. یعنی هر چیزی که میشنوید رو قادر به تشخیصش باشید و بدونید که چی داره میگه اون لیسنینگ. بعد که ترانسکرایب رو انجام دادید به طور مرتب انقدر این مهارت رو انجام میدید، انقدر این کار رو ادامه میدین تا جایی که دیگه بدون ترانسکرایب کردن هر چیزی که میشنوید رو بتونید شادو کنید، بتونید بعد از اینکه پاز میکنید فایل صوتی رو بتونید تماما تکرار بکنید.